چگونه امریکا، کشوری که فقط 248 سال از تأسیس آن می‌گذرد، از دزدیدن آفتابه ایرانی به سفینه‌های فضایی رسیده است، ولی سرزمین پیدایش علم پارسیان حتی آفتابه پلاستیکی را از چین می‌آورد. چگونه ایلان ماسک با ایده های دیگران و تبدیل یک خودروی بنزینی انگلیسی لوتس الیس به الکتریک، یک کار ساده مهندسی، امروز تأثیرگذارترین شخصیت جهان می شود. اما جمشید آریان، آفریننده و پیشتاز تکنولوژی های نوین در انرژی و حمل و نقل، صرفاً به خاطر تلاش و مبارزه برای بکارگیری ایده ها و اختراعاتش در کشورش کارخانه هایش را تعطیل می کنند، برایش حکم شلاق صادر می کنند. من در این مستند اثبات می کنم امریکا، غرب و شرق، من جمشید آریان، بزرگترین اندیشمند و دانشمند قرن معاصر را متوقف کردند. ایده ها و اختراعاتم را می دزدند و مرا شکنجه می کنند تا مانند بقیه نخبگان ایرانی در خدمت آنها که کشورم را اشغال و استعمار می کنند درآیم. من در این مستند اثبات می کنم در قرن حاضر تنها کسی هستم که می توانم با پروتکل بنیادین فلسفی و علمی E432 جهان را نجات دهم. اجازه بدهید ابتدا با مدارک مستند این دو انسان از امریکا و ایران در مقابل هم قرار بگیرند. جمشید آریان اولین خودروی الکتریک هوشمند خود را به نام IV7 Night 2 با طراحی نوین، بدنه و شاسی پلتفرم جدید در سال 2002 میلادی در زیباکنار ایران تولید کرد. ایلان ماسک تسلا موتور اولین خودروی الکتریک خود را به نام تسلا رودستار بر روی شاسی و بدنه خودروی انگلیسی لوتس الیس در سال 2007 میلادی 5 سال دیرتر تولید کرد. کارخانه و ماشین‌آلات تسلا رودستار. تسلا رودستار در کارگاهی کوچک در لس آنجلس کالیفرنیای امریکا بدون ماشین‌آلات صنعتی مونتاژ شد. کارخانه و ماشین‌آلات. خودروی الکتریک هوشمند IV7 Night 2 در کارخانه‌های آرمی خودرو و آریان سونیک دارای گواهینامه‌های استاندارد بین‌المللی ISO 9001 و TS از توف آلمان و پروانه بهره برداری از وزارت صنایع، شامل واحدهای فلزات، پرس ماشین، واحد پلاستیک، انجکشن ماشین، واحد برق و الکترونیک با ماشین‌آلاتی مانند SMT و دبل شولدرینگ ماشین و اولتراسونیک ماشین در زیباکنار ایران تولید شد. مشخصات فنی. تسلا رودستار در برنامه تاپ گیر توسط جرمی کلارکسون رانندگی شد و این خودرو فقط توانست 80 کیلومتر مسافت را طی کند. That is the end of the news, so let's move it on now to brown rice eco cars. The trouble is, this runs on the same sort of batteries that you get in a laptop, but it has 6,831 of them. So Tesla say, even if you drive quickly, it'll go 200 miles between trips to the plug. This car then really was shaping up to be something wonderful. But then, although Tesla say it'll do 200 miles, we worked out that on our track it would run out after just 55 miles. این خودرو فقط توانست 80 کیلومتر مسافت را طی کند. اما خودرو الکتریک IV7 Night 2 با رنج 120 کیلومتر
مسافت بین کارخانه آرمی خودرو در زیباکنار تا شهر رشت رو در رفت و برگشت با یک بار شارژ طی کرد. در IEV792 برای اولین بار از مانیتور موتورایزد 20 اینچ در وسط داشبورد، درهای الکتریک و LED استفاده شده بود که این ایده ها امروز مورد استفاده همه خودروسازان قرار گرفته است. ضمن آنکه خودروهای الکتریک هوشمند نسل دوم جمشید آریان با استفاده از باتری‌های لیتیوم قبل از تسلا توانسته بودند رکورد طی مسافت 540 کیلومتر از تهران تا اصفهان را در سال 2010 میلادی به دست آورند و خودروهای نسل سوم وی نیز با استفاده از اختراع و تکنولوژی IEV CWM شارژ وایل این موشن و سیستم شارژ در حال حرکت و سیستم IEV روباتیک شارژینگ سیستم بدون محدودیت رنج صدها کیلومتر در روز را می توانند طی کنند بدون آنکه نیاز به حجم زیاد باتری داشته باشند. استاندارد و ایمنی خودروهای الکتریک. جدیدترین خودروی الکتریک تسلا موتور و خودروهای الکتریک ساخت آلمان، ژاپن و چین دارای استانداردهای ایمنی کافی نیستند. این خودروها به دلیل استفاده از 400 تا 600 کیلوگرم باتری‌های لیتیوم به راحتی حتی زیر آب آتش می‌گیرند و راهی برای مهار آتش وجود ندارد. در این ویدیو تسلا مدل S و تسلا مدل C دارند آتش می‌گیرند. This was a Model X that was backing a jet ski into the water. Unfortunately, something failed that Model X rolled into the water, submerging itself completely. It ended up failing. The battery went into thermal runaway under the water. And what you're seeing here is the battery's off-gassing a lot of flammable gases. Those gases are burning above the water. Now the battery's probably burning under the water as well because, again, these batteries don't need oxygen from the outside atmosphere to burn. استاندارد ایمنی خودروهای الکتریک جمشید آریان. باتری‌های لیتیوم آتش‌زا و خطرناک هستند و در صورت اشتباه BMS و یا شورت سرکت در تصادفات یا بر اثر گرمای زیاد به راحتی آتش می‌گیرند و چون با تولید گازهای سمی نیاز به اکسیژن ندارند حتی زیر آب هم آتش می‌گیرند. در حالی که خودروی الکتریک هوشمند IEV مجهز به سیستم ایمنی خاصی است. همچنین پک باتری‌های لیتیوم IEV نیز ضد آب هستند و آب حتی از محل خنک کننده ها نمیتوانند وارد پک باتری شوند. به همین دلایل در شرایط تصادف و یا سقوط در آب باتری‌های لیتیوم IEV آتش نمیگیرند. همونطور که در این ویدیو می‌بینید جمشید آریان یکی از خودروهای الکتریک خود به نام IEV2 را در اعتراض به تعطیلی کارخانه‌هایش توسط استعمار غرب و شرق با سرعت 100 کیلومتر و با استفاده از ربات از ارتفاع تقریبی 30 متر به داخل دریاچه پشت سد فرع پهلوی در گیلان پرتاب می‌کنند که پس از برخورد شدید با کف دریاچه و گل‌آلود کردن آب به دلیل طراحی خاص بدن خودروی IEV2 به حالت اولیه خود برمیگردد و سپس به آرامی در داخل آب غوطه‌ور می‌شود. اما هیچ آتش سوزی پس از ساعتها بروز نمی کند. در این تصویر خودروی IEV2 پس از خروج از آب دیده می شود که حتی ولتاژ باتری ها نیز اندازه گیری می شود و در این تصویر نیز زیر خودروی IEV2 پس از خروج از سد با پک باتری ها به شکل L نمایش داده می شود. اسناد این رویداد با سخنرانی جمشید آریان در کنفرانس IAAA در فرانکفورت آلمان در سال 2017 منتشر می‌گردد. اختراعات الان ماسک. هیچ اختراعی در کارنامه خود ندارند و اولین خودروی وی تسلا رودستار یک خودروی سوختی لوتس الیس بود که تبدیل به یک خودروی الکتریک شد. اختراعات جمشید آریان، محقق و مخترع و خلق کننده‌ای با ثبت 15 اختراع استراتژیک
80 محصول نوآوری و 45 سال سابقه در صنایع الکترونیک، زیرساخت‌های انرژی و خودرو، مخترع اولین خودروی الکتریک هوشمند جهان با 4 اختراع در سال 2002 میلادی، زمانی که تلفن‌های هوشمند وارد بازار نشده بودند. او اولین بار ایده‌ها و اختراعات خود را در مصاحبه زنده تلویزیونی منتشر و اعلام می‌کند. سورس‌های انرژی محدود و حیات بشر به دلیل مصرف سوخت‌های فسیلی در خطر میباشد. او گفت هدفش ساخت خودروهای الکتریک که بشر 100 سال پیش اختراع کرده است نیست، بلکه وی به دنبال یک سیستم جامع ترکیبی انرژی، حمل و نقل با تغییر در سبک زندگی بشر میباشد. سپس در کنفرانس EVS20 در لانگ بیچ کالیفرنیا در سال 2003 با عنوان Intelligent Electric Vehicle خودروهای الکتریک هوشمند سخنرانی کرد و دیرتر با طراحی و تولید خودروهای مانند IV796 و IV800 و ایستگاه‌های شارژ رباتیک و اکسچنج باتری سیستم توسط تلویزیون ملی استرالیا و روزنامه‌های محلی به عنوان اولین مخترع خودروهای الکتریک هوشمند جهان معرفی شد. A landlord you'd like to tell us about, send us an email or give us a call and we'll investigate. Well, now, who would have thought we'd be happy at the prospect of petrol dropping to $1.15 a litre? Well, that was the news today, in some parts of Australia, that is. But Australians are a smart bunch, and if some of our innovators have their way, our petrol costs could be slashed. But when it comes to battery power, cars don't get much better than this. Jim Adrian is the inventor of the world's first intelligent electric car. It has enough power to travel up to 300 kilometres and can recharge itself in just 6 minutes. دو اختراع استراتژیک وی، سیستم شارژ رباتیک هوشمند و سیستم تعویض رباتیک باتری‌های هوشمند، پس از 100 سال از اختراع خودروهای الکتریک در سیستم‌های حمل و نقل و انرژی، امروز مورد استفاده همه قرار گرفته است. سرقت صنعتی. آلون ماسک به عنوان یک شهروند امریکایی همه حقوق مالکیت معنوی و انسانیش تحت حمایت دولت امریکاست. جمشید آریان به عنوان یک شهروند ایرانی که کشورش در اشغال و همه حقوق مالکیت معنوی و انسانیش توسط استعمار مدرن پایمال شده است. تاکنون حداقل 2 اختراع استراتژیک IVRCS and IVABS وی توسط آلون ماسک تسلا موتور، رنو از فرانسه در سالهای 2010 و 2013 به صورت پروتوتایپ تولید و استفاده شدند. His ideas and inventions were initially misappropriated by Renault and Better Place in 2010 and subsequently by Tesla Motors in 2013 and 2015. When you come to the Tesla station, it shouldn't be really called the supercharging station, it should just be called the Tesla station. You have the choice of the supercharger, which is and always will be free, or you have the choice of a battery pack swap, which is faster than you can fill a gas tank. So the only decision you need to make when you come to one of our Tesla stations is, do you prefer faster or Yeah. So let's talk about the Tesla. I have a Tesla. Yeah. Okay, and I love it. I love it. You've got a new thing that you think is people are going to want for their Tesla. Jim, can we show the footage of this? I think it's called, this thing is the Power Arm. اما در حال حاضر کشور چین، کمپانی بزرگ نیو، جلوتر از تسلا و غرب پیشتاز استفاده از ایده و اختراعات جمشید آریان با تولید انبوه ایستگاه‌های شارژ IVEBS، زیرساخت‌های تأمین انرژی خودروهای الکتریک در اروپا، کشورهای آلمان، نروژ، دانمارک، هلند را تأمین می‌کنند و در نظر دارد 1,000,000 ایستگاه رباتیک تعویض و شارژ باتری‌ها در جهان راه اندازی کنند. اگر امریکا، غرب مرا متوقف نمی‌کرد، جهان امروز متفاوت بود.